سوالی دارین که این سوال حقیقی شماست، پاسخ میخواید، جواب میخواین، وقت مناسب یا تو مراقبه عمیقه که در خود مستقر هستین یا قبل از خوابه، بین خواب و بیداری که دارین میرین تو خواب، چون اونجا نیمه خودآگاه بازه، ساب کانشس مایند اوپنه، امواج مغزی آلفاست. اون لحظاتی که دیگه دارین به خواب میرین، اینکه شما با چی میخوابین و اینکه شما صبح با چی پا میشین منجر به آفرینش واقعیت جدید میشه، چه شما بدونین چه ندونین. اگه شما بلد باشین که خودتون به اراده برین مستقر شین و از اون سطح عمل کنید که تغییر میدین همه چی رو. آفرینش خود جدید میآفرینید. این سوالو تکرار میکنین، یه شب، دو شب، سه شب، خبری نیست و ولش کن. نه ولش نکنین. اینجا اتفاقاتی میفته، سیگنالی ایجاد میشه، این سیگنال ارسال میشه به میدان کوانتومی و این هر وقت مچ بشه با پاسخ خودش، اون خطور میکنه به مغز شما، این یه آنتنه، اونو میگیره. بعد شما میگین آخ چه اون جوابو گرفتم.